سلام، من صبورم. یه هفته است که اسپارتینا زدم. بعد یه ماه اونجا رو سویچ کردم تو اسپارتینا و خب با پست قبلی تقریبا 400 نفر به جمع دوستامون اضافه شد و من گفتم بیام این ویدیو رو برای اون 400 نفر دوست عزیز بذارم و به سوالایی که توی دایرکت ها کامنت ها از من پرسیدید جواب بدم. اول ازم پرسیدید که توی این یه هفته که اسپارتینا زدی چقدر کم کردی؟ من 1 کیلو خورده کم کردم. دوما ازم پرسیدید که از کجا اسپارتینا بگیریم. باید بهتون بگم که این دارو رو سرخود نمیتونید بگیرید. شما باید با پزشک مشورت کنید. اگر کیس مناسب بودید بعد از بررسی آزمایشاتون و سونوگرافیتون اون موقع اقدام کنید برای خریدنش که با نسخه است، از داروخونه است. بدون نسخه این دارو رو بهتون نمیدن. و بعدش ازم پرسید که کجا زدی؟ من اسپارتینا رو خودم زدم. اونجا رو کلینیک زدم. کلینیک‌های مختلفی هست. کلینیکی که من زدم و توی پست‌های پایین‌تر گذاشتم. در مورد عوارض جانبی ازم پرسیدید. پست گذاشتم توی پیج هست، نگاه کنید ببینید. و در کل اومدم بهتون بگم که ببینید بچه‌ها، پست‌ها رو اگه نگاه کرده باشید متوجه میشید که من پری دیابتیک بودم. PCOS داشتم. من فشار خون بالا داشتم و برای اینکه این وضعیت رو بهتر کنم از اسپارتینا استفاده کردم. اینو باید بهتون بگم که اگر ورزش نکنید، اگر لایف استایلتون رو اصلاح نکنید، اگر به این دارو به چشم یک مثلا کمک و یه سایدی کنار رژیم و لایف استایل سالم و ورزش نگاه نکنید، استفاده نکنید، دوباره وزنی که کم کردید برمیگرده. عجله نکنید، انقدر خودتون رو مقایسه نکنید. هی مثلا به من میگید من انقدر وزن کم کردم، نمیدونم تو انقدر کم کردی، چرا کم نمی‌کنم، چرا اشتهام اینجوریه، چرا اصلا اشتها ندارم. بدن به بدن متفاوته، آدم با آدم متفاوته. توی این مسیر خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. هر کسی مسیرش متفاوته، کاهش وزنش متفاوته. از من نپرسید که مونجارو بزنم، اسپارتینا بزنم، دوزمو بالا ببرم. اینا چیزایی نیست که من بگم. من تو جایگاهی نیستم که به شما بگم دوزتو بالا ببر، اسپارتینا بزن. اینا همه چیزاییه که یه پزشک باید به شما بگه. من پزشک نیستم. من خودم کسی هم که دارم این دارو رو استفاده میکنم با مشورت پزشک، با چک کردن ماهانه، با کلی مراقبت کنارش، کلی مکمل کنارش. نخواهید توی فضای مجازی به یه تصمیم برسید. قبلش حتما باید تحقیق کنید، حتما باید خودتون و بدنتون رو بشناسید، نیازاشو بشناسید. میگم این یه دارویی نیست که شما بدون تحقیق بخواید بهش برسید و اینکه باید مراقب سلامتیتون باشید. اما بازم اگه سوالها در محدوده‌ای بود که من میتونستم پاسخگو باشم، حتما کمکتون میکنم. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. بوس بهتون. خدافظ.